سرک وزیر عراق حیدر العبادی دیگر سرک کمار ترکیه رجب طیب اردوغان درباره رفراندوم هرم کردستان یا 25 مهابوری جویان که هر دو ولات به تندی دژی جدابون هرم کردستان ژ عراق رادوستن تبی که ترکیه تکلیم باش دیگر ریبریاتی هرم کردستان هیا لرجدی لوان دیگر رفراندوم پکنین هوشداری دابو که او پیشگیری حکومت بغداد به داخستنا در بازگاه سنوری بکرد. لالیه دین حکومت هرم کردستان عراق انجام رفراندوم سرخبون هرم ژ عراق سر کرد و بیاننامه حکومت هرم کردستان دبیجتن بو راگرتنا تندو تیجیان خون رشتن دناور هیزن عراق و هیزن پیشمرگه او انجام رفراندوم 25 مهابوری سر بکن و داخواز دیالوگ لگور دستور عراق دگل بغداد دکن. سردان وزیر دربه امریکا ریک تلرسن بروش حالاتا ناوین چندین پیام بخو وگرتن. لعربستان سعودی ریک تلرسن داخوازا در کرنا چکدار ایرانی ژ عراق کرن پشتی اپراسیون لشکری او کرکوک و توایا حرم ناکوکی لسر دگل حرم کردستان کنترول کرین. هل بدوی چکدار ایران ین حال عراق و او شر دجی داعش کرین ژ عراق در کفنو بزورنا و بولات خو و ری بدن گل عراق دورن لبندست داعش وین آزاد کری کنترول بکن. لی حیدر العبادی براوانی چکدار شیعه کرو به هیزکا قانونی ناف کرد. أما الحشد الشعبي فهي جماعة مسلحة ضمن الدستور. حشد الشعبي كملك تشكدارنا لجور دستوري وبيجري بقانون عراقي دكو أو كرن مين عراقين أو قرباني دان ودفي أم سخبيريا وان بكن أو هيفيا في ولاتينه. تندو تیجیا دنابرا لشکر عراقی و چکدارن شیعه لآلیه که و هزن پیشمرگه لآلیه دن پشتی انجامدان رفراندوم امریکانی گران کرد و به فرمی داخواز دانستاندنان دنابرا هر دو آلیان لگور دستور عراقی کرن. ام نیگرانین سر جدابرین دنابرا حکومت هرم کردستانی و حکومت ناوندی دا ما هوال بغداد هنه و هوال لهولیر هنه. ام هر دو آلیان هاند دین بودان استاندنال سر بنماین یک پارچه عراق و دستوری. دسته وردانا ایران دناب یمن و سوریه و عراق و چندین ولات دی نیگرانی لجم امریکا پیدا کریه. سیناتور کوماری جان مکین دگوتاره که دا لروجنامه نیویورک تایمز بلاف کری دبیجتن اگر بغداد نکاره پاراستن و آزادی و کردان پیدا بکد و اگر من بجار دناو برا چکدارن شیعین عراق او طاگرین ایران و کردان بکن از کردان حل بجیرم. شارزا باور دکن رنگ او پیشگیریا بو مافین کردان دیتا کرن و حوالبندیا وان دشار دیجی داعش و دیپلماسیا لاواز یا کردان نگه یا آسته به دست خستنا پیشگیریا جهانه بو دولت کا سر بخو. خالد فتاح دنگ امریکا.